پارک مکان مشخص. کنار هر مغازه‌ای هم بنا نیست بایستیم. اگه مغازه لوازم آرایشی داشت نمیخوایم بایستیم، چون اومدن برای خواهرم بلوز بخرم. محدوده مشخص. خودتون بنا نیست لباسی بخرین، پرو کنین، تنتون کنین. و با همه این داستان‌ها حوصله آقایون بیشتر از 20 دقیقه نیست. اگر تو پاساژ دیدی بیشتر از 20 دقیقه شد، عزیزم اگه دوست داری تو ماشین بشین، دوست داری قدم بزن، من میخرم میام. او رو آزاد بذارید. از دقیقه 20 به بعد انگار دارین میکشینشون، همینجور چاقو میزنین تو شکمشون و میرین جلو. از دقیقه 20 به بعد هم اونها رو رها کنین. شما 2 ساعت برین توی پاساژ بگردین تا مسئله‌ای پیش نیاد. آقایون برای اینکه به خانوم‌ها اثبات کنن ما به شما علاقه داریم، از بلندترین کوه بالا میرن، در عمیق‌ترین اقیانوس شنا میکنن، توی صحرای برهوت و کبیر هم میرن. نه یه شغل بلکه 3 تا شغل دارن که پول در بیارن و بعد برای ابراز علاقه چیز بخرن. شکل ابراز علاقه آقایون در خریدن است. فکر میکنه اگه امروز یه گل سر بردم خونه، فردا یه گل بردم خونه، پس فردا یه پیرن بردم خونه، یعنی وای چقدر زنمو دوست دارم. ولی خانم ها این رو دوست داشتن نمیدونن. خانم ها میگن دوست داشتن در اینه که به من ابراز احساسات بکنی، به من توجه بکنی، منو ببینی. اینو بعداً مفصل براتون توضیح میدم چگونه میشه دید خانم ها رو. بنابراین خانم ها همیشه شاکی هن که آقایون به ما ابراز احساسات نمیکنه. آقایون همیشه شاکی هن که من خودم رو کشتم ولی این زنم همیشه طلبکاره. خانم محترم شما یادت باشه اگر همسر شما برای شما چیزی خرید ولو بسیار ارزان قیمت، او داره از این طریق به شما ابراز احساسات میکنه. آقای محترم یادت باشه خانم‌ها اینو ابراز احساس نمیدونن. اگه یک کلمه بهش بگی عزیزم، 1000 برابر اون چیزی که خریدی برای او میارزد. وقتی خانم و آقا با هم میرن بیرون و آدرسی رو پیدا نمیکنن، خانم‌ها به سادگی آدرس رو میپرسن. اگه خانم راننده یه ماشین باشه، ماشین رو پارک میکنه، پیاده میشه، شیشه رو میکشه پایین، ببخشید این آدرس کجاست؟ آقایون آدرس نمیپرسن، 1000 دور خودشون میچرخ. بابا عروسی تمام شد. نه اینجا آشناست، این پمپ بنزینه رو من قبلا دیده بودم، این پیچه به نظرم آشنا میاد. دور خودش میچرخه. خانمای محترم هیچ اعتراضی به همسرتون نکن، بذارین اینقدر بچرخه که پیدا کن، چون اعتراضه باعث جنگ و دعوا میشه. خانم محترم به خاطری که همسرش خسته نشه، به خاطری که از این سردرگمی در بیاد، به خاطر اینکه زودتر به مقصد برسن، به خاطر حمایت از همسرش میگه عزیزم خب یه جا وایسیم آدرس بپرسیم. ولی آقا این رو نمیفهمه، نمیشنوه. آقا جور دیگری میشنوه، اینجوری میشنوه. تو تا ما رو از عروسی نندازی ول نمی کنی؟ خب وایسا بپرس دیگه، یه دنده. آقا اینجوری میشنوه. خانم ها برای آقایون بسیار مهم است اثبات قدرت و توانمندی. آقایون میخوام بگن ما هیچ جا کم نمیاریم و اگر شما کاری کنید که به اونا بگید کم آوردید، این باعث تنش و جنگ میشه، نه اون موقع بلکه روز بعد و روزهای بعد. آقا براش خیلی مهمه که بدون کمک هیچ کس آدرس رو پیدا بکنه. آقا باید ثابت بکنه که من میتوانم. و یکی از بزرگترین هراس‌های مردان روی کره زمین همین نمیتوانم است. اونم در حضور خانواده، تو جمع دوستان، توی محل کار بین همکارا. لطفاً به آقایون اجازه بدید که اثبات کنن میتونن. اگه آدرسی رو پیدا نکردن، حتی به مهمونی نرسیدین، ممکنه تو آدرس دادن کمک کنیم.
فکر میکنم مستقیم بریم سر اون چهارراه اینجوری مثلا به فلان جا بخوریم، ولی بهش نگین وایسا آدرس بپرس خستمون کردی تا کی میخوای دور سر خودت بگردی. یه تفاوت‌های جزئی هم داریم، اینا رو بگم برم روی شکل دوم تفاوت‌ها. مثلا خانمایی که رانندگی میکنن وقتی اولین قطره بارون به شیشه ماشینشون میخوره برف پاکن میزنن. آقایون بعد رگبار بارون بیاد که دیگه هیچی دیده نشه تازه برف پاکن میزنن. چقدر خانوما نق میزنن تو همه دنیا، تا تصادف نکنی راحت نمیشی؟ خب این برف پاکن رو بزن. این فرق بین شما هست. لطفاً گیر ندیم، بذارین هر وقت خواست بزنه. مغز آقا با اون تجسمای ذهنی که میکنه سرعت حرکت برف پاکن رو با سرعت حرکت بارون ست میکنه، با هم چفت میکنه. اون جایی که لازمه دیگه واقعا دید نیست یه برف پاکن میزنه دوباره قطعشون. ولی خانم نبا یه قطره دو قطره میخواد برف پاکن بزنه. اینا رو بدونیم سر همین چیزا مهمونی ها بوده که به هم خورده. با ماشین داشتن میرفتن، آقا برف پاکن نزده، خانم غر زده، اصلا حالا که اینجوری شد نمیریم مهمونی، اصلا برو خونه بابات، اصلا زدن به تیپ و تاپ هم سر دو قطره باران. و اما آقایون و خانم ها تفاوت های کلامی زیادی هم با هم دارن، تفاوت های گفتاری و گویشی با هم دارن. ببینیم اینا چی هم. خانم ها بلند بلند فکر می کنند. یعنی خانم وقتی داره همینجور تون 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 حرف میزنه، داره رو تک تک جمله هاش فکر میکنه، راه کار پیدا میکنه، روش حل مسئله پیدا میکنه، احتمالات رو بررسی میکنه و اینجوری به آرامش میرسه. یک کمدین میگفت من 6 ماه تمام با خانومم حرف نزدم. گفتن 6 ماه چرا؟ گفت نمیخواستم حرفشو قطع کنم. نمیخواستم. آقای محترم، وقتی خانم داره رگباری حرف میزنه، او داره به تک تک جمله هایی که میگه فکر میکنه و راه کار پیدا میکنه. آره به خودم گفتم اول خونه رو مرتب کنم، بعد لباس کثیفا رو بشورم. راستی پسر خالتم صبح زنگ زد، این شیر آبم که 3-4 روزه همینجوری یه ریز چکه میکنه. اینایی که داره میگه اصلا از شما چیزی نمیخواد، داره دونه دونه روش فکر میکنه. لباس ها رو که بعد بشورم چجوری بشورم، کدوما رو با هم بشورم، کدوما رو بعد بشورم. شیر آب که یه ریز داره چکه میکنه چه کار کنم، زنگ بزنم تعمیرکار بیاد، خودم واشر بخرم عوض کنم. خانم وقتی داره حرف میزنه از شما راه کار نمیخواد. آقایون هم معمولا خانم‌ها رو سرزنش میکنن، چقدر حرف میزنی. او بلند بلند فکر میکند، از شما چیزی نمیخواد، بذارین فکرشو بکنه. آقایون آهسته و آرام فکر میکنن، وقتی میخوان فکر کنن میرن تو خودشون. واسه همینه که آقایون مثلا اگر یه نفر از مکه هم اومده یه گلی میخرن، میخوان کارتی بذارن روش و چیزی بنویسن، اون کارتر هم کارت آماده میخرن. حجکم مقبول و سعیکم مشکور. خانوما حتما باید کارت سفید بخرن خودشون یه چیزی بنویسن. وقتی خانم زیاد حرف میزنه آقایون شاکی هن که این چقدر حرف میزنه کش ما رو. وقتی آقایون زیاد حرف نمیزنن خانم ها شاکی هن که این اصلا به من اعتنا نداره، این به من توجهی نداره، این حواسش پیش من نیست، اصلا انگار من برای این مهم نیستم، اصلا انگار ارزشی براش ندارم. به خدا هیچ کدوم از اینا نیست. فقط بدونین خانم بلند بلند فکر میکنه، آقا آهسته و آرام فکر میکنه. همین. خانم ها کلمات، عبارات و جملاتی رو بیان میکنن که اصلا منظورشون اون نیست، منظورشون یه چیز دیگه است.
خانم ها از صفات عالی استفاده میکنن، از مبالغه استفاده میکنن، از استعاره استفاده میکنن و منظورشون هم اون نیست. مثلا تو هیچ وقت به من توجه نداشتی، اصلا منظورشون این نیست. ما هیچ وقت بیرون نمیریم، اصلا منظورشون این نیست. هیچ وقت خونه مامان امینا نرفتیم، اصلا منظورشون این نیست. منظور خانم چیز دیگری است. تو هیچ وقت به من توجه نداشتی، منظور خانم اینه لطفاً الان به من توجه کن. همین. الان اگه ببوسیش نوازشش کنی کلمه مهرآمیزی بگی تمام شد. ما هیچ وقت بیرون نمیریم، نرفتیم، همش تو این خونه کوفتی. اصلا منظورش اینه ها لطفاً الان بریم بیرون. متاسفانه خانم‌ها اینجوری، اونی که میگن منظورشون چیز دیگه است. ما هیچ وقت خونه بابا اینا نرفتیم، منظورش اینه که لطفاً الان بریم خونه بابا اینا. آقایون به تک تک کلماتی که خانوما میگن دقت میکنن و گیر میدن. هیچ وقت خونه بابا دینا نرفتیم. دوشنبه کجا بودیم؟ خونه عمه من بودیم. بی چشم و رو تو یه ماه گذشته 5 بار خونه بابات رفتیم، 1 بار خونه مامانم. به خدا منظور خانم این نبود، جنگ و دعوا. ما هیچ وقت بیرون نمیریم، جمعه سر قبر من بود رفتیم. بابا اصلا منظورش این نیست. منظورش اینه الان بریم زاینده رودی، چه میدونم چارباغ بالایی پایینی، بریم جایی بگردیم هوایی بخوریم. آقای محترم منظور خانم رو متوجه شدی؟ پس لطفاً دیگه بی خودی نجنگی ها. من هیچ وقت، ما هیچ وقت، اصلا منظورش این نیست. منظورش اینه که الان این کارو بکن تا قائله ختم می شود. چه موزیک خوبی. آقایون به سوالات پیاپی خانم ها جوابای کوتاه میدن، خانم ها به سوالای کوچولوی آقایون جوابای بلند میدن. آقا اومده خونه، خانم میگه سلام عزیزم، چه خوب شد اومدی، امروز کار چطور بود؟ سلام عزیزم، چه خوب شد اومدی، امروز کار چطور بود؟ 3 جمله. آقا میگه خوب. خوب. تعریف کن ببینم اون جلسه مهمی که داشتی خوب پیش رفت؟ آره. میدونستم از پسش برمیاد. آقایون به جملات پیاپی و کوتاه خانم ها پاسخهای کوتاه میدن. پس خانم محترم فکر نکن پسر تو، پدر تو، همسر تو این شکلیه. آقایون اینجوری هم بی خود جنگ و دعوا را ننداز. اصلا به من توجه نداری، من 60 تا چیز میگم توی با یه اوهوم فقط جواب میدی، کلتو تکون میدی، بابا منم آدمم بهم جواب بده. اصلا اینا نیست. آقایون اینجوری هم. خب حالا خانم داره همینجور سوال میکنه، آقا میگه ای بابا هرچی میگیم اوهوم آهام کله تکون میدیم ول نمیکنه. جمونم تا من بمیرم این میخواد همینجوری سوال کنه. آقا میگه بلدم چی کار کنم، بذار یه سوال کوچولو من از این بکنم تموم. راستی خانم چه خبر، تو امروز چی کارا کردی؟ آخ جون حالا بشین تا شهر. روز خوبی بود، اول با ماشین رفتم فلان جا، بعد ماشین رو پارک کردم با اتوبوس رفتم مرکز شهر، دختر خالم گفته بود با ماشین خودت نری خیلی شلوغه، سینمای فیلم قشنگ زده بود، اگه گفتی